نرو پدر، التباس نرو. التجای دختری 4 ساله بختاور آریپوف افسری تاجیکی ارتش روسیه از پدرش که به جنگ اوکراین نرود. جنگی که روسیه را برای آن سخت محکوم میکنند. بختاور 30 ساله 1 سال در اوکراین بود و پس از رخصتی کوتاه در ماه نوامبر دوباره به میدان جنگ رفت. من نمیروم، به ساخالین میروم و برمیگردم. اما دیگر به نزد 2 فرزندش برنگشت و روز 13 دکبر جسدش را در زادگاهش شهر استراوشن دفن کردند. بختاور را چند سال پیش تاجیکستان برای تحصیل به آموزشگاه حربی ریازن فرستاد و باید طبق قرارداد به وطن برمیگشت. ولی او در روسیه ماند و در جنگ کشته شد. بهتر برکر وقتی که گروم بیام میگن سوی کمیکات میزنند. همون تانک در نگرفته اینا تانک حواله میدن دو کسا. در جنگ روسیه علیه اوکراین که ماه فوریه سال 2022 آغاز شد، زادگان یا شهروندان تاجیکستان با شیوه‌های مختلف جلب شدند. گروه سربازان و افسران هستند که در ارتش روسیه خدمت می‌کردند. گروه دوم مهاجران کاری بودند که با وعده شهروندی و پول کلان به جنگ جلب شدند. زندانیان تاجیک از جمله گروه سوم بود که در شرایط نامعلوم به جنگ برده شدند. مقامات تاجیک 100 موردی جلب محبوسان به جنگ را تصدیق کردند. ذوالفقار محیدینوف ساکن 27 ساله حصار از جمله آن زندانیان بود که در جنگ کشته شد. او را ماه ینور امسال در حصار دفن کردند. برای قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. جلب مهاجران یادی به جنگ اوکراین با شیوه‌های مختلف از معرکه دیگری مقامات روسیه بود. برخی با فریب سند را امضا گذاشتند و برخی از ناچاری راضی شدند به جنگ بروند. شریف جان تیلازاده 32 ساله از جمله مهاجران عادی بود که برای رفتن به جنگ جلب شد، ولی زمان آمادگی او را به جاسوسی متهم کردند. سازمان‌های حامی مهاجران میگویند امسال شکایت از جلب مجبوری مهاجران به جنگ در قیاس به سال پیش کمتر بود، ولی با شیوه‌های دیگر این دعوت دوام داشت. اگر این بار سربازگیری به جنگ آغاز شود که من فکر میکنم می شود، باز هم افراد بی‌هامی مثل مهاجران و روسیگی ها از حساب اقلیت‌های ملی در این روی خط خواهند بود. تعدادی دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیشتر از 100 نفر آنها پس از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه‌ای شد.